رمز ساخت باسن خفن رو از من میپرسید، گلوت اکتیویشن. الان میخوام بهتون آموزش بدم با اوین. منو میکشه. نه تکسیب میکنم. نه تمریناتش خیلی سابقه. ببین این گلوت اکتیویشن رو بهتون با چند تا حرکت ساده آموزش میدم که پامپ خون تو اون عضله گلوت داشته باشید و بتونید اون تمرینی که برای باسن انجام میدید رو بهینه‌تر بکنید. بریم اینجوری خندون میبینید بعد میکشمش. آره. خب حرکت اولمون کلمشل هست. بی‌نظیره برای آماده سازی باسن. سوزش رو خوب باید حس کنی. هر سمت رو 30 الی 60 ثانیه بزن. این یکی حالت ادوانس قبلیه هست، پیشرفته تره. اگه آماتور هستی یا یکم کمردرد داری به نظرم ریسک نکن، بذار ماهای آینده اجراش کن، ولی بی‌نظیره. مینی بند پارچه‌ای رو بردار و کیک ساید رو اجرا کن. بی‌نظیره برای گلوتوس مدیس و منیمس قسمت خارجی و بالای باسنت. اینم که کیک بک، فقط حواست باشه نوک پاتو توی اوتوارد پوزیشن نگه دار، به سمت بیرون باشه که گلوتوس ماکسیموس اکتیو بشه. حالا دیگه نوبت 30 الی 60 ثانیه بندد اسکوات هست. حواست باشه زانوهات به سمت داخل نیاد و بیرون بمونه. بریم سراغ بندد استپ تاچ. مثل همین حرکات قبلی 30 الی 60 ثانیه فقط زانوت رو به سمت بیرون نگه دار که عضلات باسن اکتیو بشن. و در آخر 3 ست 10 الی 12 تکرار اسکوات بلغاری بزن که دیگه راهی جز رشد برای باسنت نذاری. بعدش میتونی تمرینتو شروع کنی. بزن لذت ببر، برای دوستاتم بفرست.